در چارچوبه برنامه فرهنگی که به سفر رسمی رئیس حکومت فدراسیون روسیه دیمیتری مدودوف به جمهوری تاجیکستان پیوسته میباشد، در شهر تورسونزاده کنسرت ارکستر شناخته روسی به نام الکساندروف برگزار گردید. در شهر تورسونزاده مهمانان را رهبرت شهر، اهل هنر و صنعت و مخلصان سرشمار با صمیمیت خاصه پذیرایی نمودند. ضمن سخنرانی رئیس شهر تورسونزاده ولیزاده عبدالقادر و رهبر نمایندگی روسساترودنیتسو در تاجیکستان میخائیل وجدیف تماشابینان را خیر مقدم گفتند. در کنسرت هنرمندان روس برای تماشابینان سرودهای استرادی، کلاسیکی و رقص‌ها اجرا نمودند. مخلصان سرایندگان را گرم پذیرایی کردند. در انجام برنامه رهبرت شهر تورسونزاده به مهمانان روسیه تحفه‌های خاطروی تقدیم نمود. قید کردن ضرور است که مهمانان روسیگی در کوچه‌های شهر تورسونزاده سیر و گشت کرده از تازگی و مدنیت شهرنشینی استقامت کنندگان اظهار خوشحالی نمودند. سفر هنری صنعتکاران روس با بازدید از موضع‌های تاریخی شهر حصار و ناحیه شهرنو و هنرنمایی در آن موضع‌ها خاتمه یافت. گزارش خورشید حلیمون فیروز میرزایف از شهر تورسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.